ساعت ثانیه وار رها تو قافیه ها، امید به باقی راه واسه گوشت ساقی نا، ایرامون آشیه پر پیام تو قافیه گم، آماده راهی عمق یه استعداد ذاتی بوم. ولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش و ترکه، بگم همه چی خوبه کلکه، محرم زخم تو نمکه، رنگ میره به تیرگی، سکوت عمیق اپیدمی، بزا نمک و بریزم و الا بعد این شبا سپیدنی. نه چشو بستم تو اوج فکر، چش من باز پشت پلک، میشینم کنج ذهن به انتظار یه معجزه، کله به رقم گرم 1-0 عقب گرد، همینو نمه میرم تا اون جایی که دست خواب یهو یقم کرد. ولی دیگه نمیذارم که بازم بگذره، شک میزنم خوابم بپره، عجیب اینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره، اونی که تا طلوع آفتاب بیداره، کم میخوابم چون خواب میاره، از در دیوار خونه داستان میباره، آشنا بیگانه واسه داشتاد میخوانت، نگام به اون گوشه دکمه یه لکه خون روشه، برو فشارش بده شهر و با حرفات باز به چالش بکش، تو نگاه توی چوب خوش بی آب و خاک ولی رو به رشد، نگاه میکنم به دور و برم میکروفونو میگیرم توی مش، من آسمان و سقفم میبینم پای کار، تو خلوت میشینم تازه ها رو تو دفتر میچینم، واژگانو رو کلت میگیرم، جنگ نرم مگه نه فکت رپ فک لخ متفکرم، خشک هنجرم پشت پنجرم، دند نرم کاسه با چارچوب و قالبا، غریب و آشنا، من رو خاک ریز باورام وایستا.